از سر شیده که جون. سلام علیکم هواداران گروه انگور و باغ اسکندر. من آمدم ناحیه شهر توس و همین باغی که ما 4 سال پیش همین ها به نهال داده بودیم. این نهاله ببینید چقدر عجایب شده است. اینو ببینید نامتونه که من سنتم چقدر خوب شده است. 4 سال به این قدر عجایب شده است. اینجا شنوندناشون 4 متر به 4 متر شنونده. خیلی که در ترکیه ما یک وای کرده بودیم که ویدیو کرده بودیم که 4 متر به 4 متر همه خیلی اینم 4 متر به 4 متر. اینم نه چقدر خوشرو. فقط اینکه یک بعض جاهاش نقص بریدن در کار. مثلا اینو ببینید چقدر شاخ زیاد. مثلا همین شاخ هرچند بزرگ بریدن میانسه شدن در کار. انا بالاش خیلی که ترکا میبرن گفته بودن اینها بردیم من ولی با امسال با همینه با 20 سانتی متر مونده با بار دیگه میبرن و حاصل عجایب میتیاد انشاءالله. انشاءالله بهترین باغ میشه. خیلی باغی کلانه است. اینجا همه زردالو های پیشپزک هستن که دیتا 25 اپریل به اینا میپزن. پیش از مای میپزن. اینا سورت اینا نام سورتشون مگادور گفتگی. هر کسی اینترنت بزنه ابریکوس مگادور یا انگلیسی هم ابریکوس مگادور نویسین میبرد. همین سورت خیلی سورت که از سورت هایی که عجایب تمامی خواهد اروپا خواهد روسیه هر کجا گسیل کردن ممکن است. اینا چیزش سخت بندش انا یعنی سورتای بقوت یعنی ترانسپورتابل ناس میگم چی میگم همونش خیلی بقوت است میرود به همه جا. بعد چیندن تا 2 هفته این هیچی نمیشه. سورتای محلی ما بینه در 3 روز پوچله میشه بینور میشه حتی بازار فروختن هم نمیشه. اما اینو 2 هفته فروختن ممکن در بازارهای روسیه باشه خواه چی باشه اروپا باشه. خیلی خوب کردن خیلی مهنت کردن. فقط کمتری دیگر مهنت کردن در کار. بعضی جاهاش من اینم خالی کردن کار میانه هاشه. دورو ممکن است. ها البته اینا به دورو میتین هر سال باید دورو تین ها. عجایب بهترین باغ شده است در ناحیه شهر توس. خیلی عموما در آسیا میانه از همه بهار در همین ناحیه شهر توس میبیاد. شهر توس و قبادیان و قمسنگیر و همین جاها به از همه تیز میپزن یک کم میپزن. هیچ جا نبر آمده ولی اینا مسکو بردن ممکن است. این میوه های این درخت ها را ببینید خیلی خیلی زیاد است.